به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می کند برنامه‌ای که در آن میشنوید صدای بارش باران بهار و احساس میکنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه اتان پرمهر. السلام علیکم همراهان خوبی رادیو مهر. زندگی زیباست ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبایی رسند. از اینکه در این لحظه شنونده برنامه کاشانه مهر هستید بسیار خرسندیم و امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. سعیده عبدالله زاده هستم. با همراه جمعی از دوستانم برنامه کاشانه مهر را تقدیم شما مهربانان میکنیم. امیدوارم مورد پسندتان باشد. گاهی پدر و مادران تصور میکنند که فرزندانشان اونقدر به داد و فریاد آنها عادت کرده است که دیگر تا داد و فریاد نشود هیچ کاری انجام نمیدهند و همین سبب می شود که با ترشرویی و داد و فریاد به کودکان کاری رو بفهمانیم و سپارش دهیم. و البته بعد از آن که به سر کودک داد و فریاد کشیدیم در سکوت خودمان فرو برویم و احساس پشیمانی هم کنیم. پشیمانی ما به این دلیل است که هر چقدر بیشتر از